شهر خاروخ مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان ویدیوهای به دست می‌رسند که در آن لحظه‌های با استفاده از سلاح و کوشش پراکنده کردن اعتراضگران ثبت شدند. در این ویدیوها صدای تیر به گوش می‌رسد. به گفته منابع پایگاه خبری بامداد از شهر خاروخ نزدیکی شام 16 مای سال 2022 یک ازدحام بزرگ اعتراضگران از محله برخاروخ به سمت میدان اسماعیل سامانی به مرکز شهر را سپار شدند، ولی نیروهای امنیتی مسلح پیش روی آنها را گرفته با هدف پراکنده کردن ازدحام به هواتیر خالی کردند و نمیگذارند که آنها به مرکز شهر بروند. منابع رادیوی آزادی درباره استفاده گاز اشکاور و تیرهای رزینی برای پراکنده کردن ازدحام و از تیرهای رزینی زخم برداشتن و به مرکز طبی آقاخان انتقال دادن دست کم 3 تظاهرگر خبر داد. تیرپرانی دوام دارد. اینترنت در شهر دست نوره شده است. گفته است مسئول این نشریه از خاروخ مقامات حفظ حقوق بدخشان که پیش به ساکنان این ولایت هشدار دادند که هر نوع کوشش ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله میتینگ و راهپیمایی به طور شدید پیشگیری کرده خواهد شد. داستانی ولایت پرویز عارفزاده باشد یک روز قبل یکی از لیدرهای غیر رسمی منطقه محمد باقرов را در تشکیل این اعتراضها گناهکار کرد و گفت این عمل او بر اساس ماده تروریسم ارزیابی و جزا داده خواهد شد. یادآور میشویم نیمه دوم روز 14 مای تخمین ساعت 16 در محله برخاروخ گرد همایی یا سخود دایر شد که در آن دهها ساکن خاروخ و ناحیه‌های دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک کردند. منابع نزدیک به مقامات حفظ حقوق میگویند که در این گرد همایی حدود 200 نفر اشتراک کردند. ساکنان شماره اشتراکیان سخود در برخاروخ را به مراتب بیشتر رقم میزنند. بنا به اطلاع دریافتی منابع پایگاه خبری بامداد از شهر خاروخ اشتراکیان در این گرد همایی مسئله استعفای رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزانباد، رئیس شهر خاروخ رضا نظرزاده، رئیس ناحیه شغنان جمعه جمعیف را در میان گذاشتند. گفته میشود اشتراکیان در عموم به مقامات 12 طلب گذاشتند که در برابر استعفای رهبران ولایت همچنین طلب‌های چون به جوابگری کشاندن قاتلان گلبدین زیابیکوف و دیگر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه نوامبر سال 2021 از حبس آزاد کردن امرالدین علوشویف، چهارشنبهیف، منوچهر شریف و دیگر افرادی که بعد حادثه‌های ماه نوامبر بازداشت شدند. برداشتن همه بلاک پست‌ها از خاروخ و قطع تعقیب ساکنان ولایت را در بر میگیرد. گرد هم آمدگان گفتند که اگر طلب‌های آنها نادیده گرفته شود دیگر باره به نمایش اعتراضی دست خواهند زد. پرویز عارفزاده پرокурور ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 15 مای در یک اظهارات شدیدالله که توسط تلویزیون بدخشان نشر شد گفت گرد همایی به گفته او غیر قانونی روز 14 مای را لیدر غیر رسمی برخاروخ محمد باقرov طبق مصلحت با رهبران اپوزیسیون محیدین کبیری و علیم شیرزمانوف با مقصد به هم زدن امنیت کشور تشکیل کرده است. عارفزاده گفت این عمل او بر اساس ماده 179 کودکس جنایتی تاجیکستان همچون تروریسم ارزیابی شده و همچون تروریسم به آن واکنش خواهد شد. پرویز عارفزاده هشدار داد که ماده 179 برای تروریسم همچون جزا از 5 سال زندان تا حبس 1 عمری را پیش بینی میکند. پرокурور ولایت گفت در صورت دیگر باره به گرد همایی دست زدن باقر و طرفدارانش مقامات حفظ حقوق به آن همچون به عمل تروریستی واکنش شدید نشان خواهند داد. او از ساکنان خاروخ و ناحیه‌های اطراف آن طلب کرد که نسبت به تقدیر فرزندان خود بی‌طرف نباشند و آنها را نگذارند که گمراه شده به عقیده‌های اعتراضی باقر و دیگر سرکردگان گروه‌های متشکل جنایتی همراه شوند. افزا در ولایت مختار کوهستان بدخشان روزهای آخر در پی اعلان پی همین حکم زندان چند ساکنان این ولایت دیگر باره رو به وخامت آورد. از جمله روز 29 اپریل امرالدین علوشویف یکی از لیدرهای غیر رسمی این منطقه به 18 سال زندان و روز 13 مای ورزشگر شناخته زاده ولایت مختار کوهستان بدخشان چهارشنبهیف به 8 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند. چهارشنبهیف به دلیل یک سخنرانیش به طرفداری از اعتراضهای ماه نوامبر محکوم شد و علوشویف اساساً برای تشکیل اعتراض زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو در تاریخ 25 نوامبر سال 2021 ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان میگویند با آنکه بعد اعتراضهای ماه نوامبر دهها ساکن این منطقه را زندانی کردند، مقامات برخلاف وعده خود تا حال یگان نفر را
با گمان دست داشتن در قتل گلبدین زیوبکوف که سبب آن اعتراضها شد بازداشت کردند.